سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم اوگوست تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. پارک آقاخان را در خوروغ آیا دولتی کردند؟ فرار یک تاجیک متهم به تروریسم از بازداشتگاه روسیه. نرخ چپتای قطاره راه آهن کولا و ولگگراد اعلان شد. پلاسکارت 1580، کوپه 2040 سومانی. یک تاجیک را در روسیه برای یک جریمه ناچیز ندادند که به وطن برگردد. دو صدمه مرگاور در واسه و کیلومتر 300 راه دوشنبه چنوخ. در نویه دنغره یک کودک 12 ساله هنگام آبازی غرق شده است. و اکنون تفصیلات خبرها. کانال پامیر دیلی نیوز که رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند، اخیراً با تکیه به چندین منبع آگاه از ماموریت ولایت خبر داد که پارک شهر خوروغ که به بنیاد آقاخان تعلق داشت به فایده دولت مصادره کردند. این نشریه تفصیلات دیگر نداده است. مقامات تاجیکستان و ولایت مختار کوهستان بدخشان و همچنین ساختارهای آقاخان در این باره رسما اظهار نظر نکردند، ولی با گذشت 2 روز از نشر خبر دولتی شدن پارک آقاخان کسی از مقامات آن را رسما رد هم نکرده است. خبری از بنیاد رشد آقاخان گرفتن پارک خوروغ در حال نشر می شود که بنا به اطلاع دریافته بعد سرکوب اعتراضات در ولایت مختار کوهستان بدخشان، ساختارهای مربوط به رهبر روحانی اسماعیلیان جهان در تاجیکستان تحت فشار سخت مقامات قرار گرفتند و بسیاری ها ترس دارند که به آنها نیز خطر دولتی کردن تهدید میکند. باغ واقع در مرکز شهر خوروغ، مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان، انو سال 2003 در دوره رئیس این ولایت بودن علی محمد نیاز محمدوف به اختیار بنیاد رشد آقاخان داده شد. ماه اکتبر سال 2009 بنیاد آقاخان رسما گشایش این باغ را در پی تجدید و بازسازی و تبدیل آن به یک پارک معاصر برگزار گردید. بنیاد آقاخان همان وقت گفته بود که برای بازسازی پارک خوروغ بیش از 4 میلیون دلار صرف کرده است، ولی آنها کوشش کردند که تا ضمن بازسازی ویژگی‌های اقلیم و لندشافت این منطقه کوهستان را حفظ کنند. طرح پارک و ویژگی‌های اقلیم و لندشافت این منطقه و همچنین از نیازمندی ساکنان به یک باغ جمعیتی منشأ میگیرد که مردم بتواند در سایه آن پناه برد و به طور ایجادی تجدید کردن محیط آن سنگ و آب و گلها و درختان باغ بود. پارک خوروغ با قهوه‌خانه و چایخانه و تئاتر در زیر آسمان کشاد و با حفظ خود به یک پارک تکمیل شده تبدیل داده شد که برای تمام ساکنان شهر پیش بینی شده است. گفته می شود در معرفنامه این پارک در سامانه بنیاد رشد آقاخان در پایان ماه ایول نشریه انگلیسی زبانی Euro-Asian Network که مسائل اورو-آسیا از جمله تحولات آسیای مرکزی را پیگیری میکند در یک مطلب مفصل درباره در تاجیکستان تحت فشار قرار گرفتن مؤسسه‌های مربوط به رهبر روحانی اسماعیلی‌های جهان شاهزاده کریم آقاخان چهارم خبر داده نوشت این فشارها در پی تعقیبات ضد پیروان آقاخان در پامیر صورت میگیرد. در مطلب از جمله گفته می شود که شرکت مخابراتی اتصال و بانک یکم خرد مالیوی تحت تفتیش‌های ناگهانی مقامات تاجیکستان قرار گرفتند و نگرانی وجود دارد که این ساختارهای تجارتی و دیگر مؤسسه‌های آقاخان در تاجیکستان زیر خطر دولتی شدن قرار گرفتند. چند پیش خبر آمده بود که وزارت معارف میتواند لیسه آقاخان را هم در خوروغ ببندد، ولی بنا به آخرین اطلاع پامیر دیلی نیوز بعد سر و صدا پیدا کردنش مسئله بستن لیسه را به مدت نامعلوم به تأخیر گذاشتند. شاهزاده کریم آقاخان چهارم 85 سال دارد و از سال 1957 اینک 65 سال باز رهبر روحانی اسماعیلیان جهان به شمار می رود. اکثر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز پیرو مذهب اسماعیلی بوده آقاخان را پیشوای مذهب خود می شمارند. یک شهروند 26 ساله تاجیکستان از رخت خواب برای خود بند ساخته با کمک آن از قبط سیم بازداشتگاه مهاجران در شهر نابرژنی چینی جمهوری تاتارستان روسیه فرار کرده است. رنتوی خبر داد که این مهاجر تاجیک در بازداشتگاه واقع در کوچه میتالورسکایا در انتظار اخراجش از روسیه قرار داشت، ولی شب 5 اوگوست سال 2022 او قلف پنجره تریزه‌اش را شکسته با بند از رخت خواب ساخته‌اش از قبط سیم بنا به زمین فرآمده و سپس از بالای دیوار سیمخورپیش گذشته به طرف شورای ولگا فرار کرده است. بنا به اطلاع رنت و ماه اپریل سال جاری به ضد این شهروند تاجیکستان با اتهام دعوت‌ها به تروریسم، سفید و تبلیغ کردن تروریسم پرونده جنایتی گشوده بودند.
او را میبایست از روسیه به تاجیکستان میفرستادند. این نخستین مورد فرار مهاجران تاجیک از بازداشتگاه‌های روسیه نیست. قبلا چندین مورد فرار زادگان تاجیکستان از بازداشتگاه‌ها و حتی از زندان‌های روسیه رخ داده است. از جمله روز 8 ینور سال 2022 دادگاه نویه کیروف شهر پتربورگ دو شهروند تاجیکستان و ازبکستان را که به ویران کردن قاعده‌های مهاجرت ایبدار می‌شدند بررسی کرده هر دو را جریمه بست و حکم اخراجشان از قلمرو روسیه را برآورد. ولی محکوم شدگان وقتی که پرستاو و آنها را بعد انجام مرافعه بیرون برآورده به ماشین سوار کردنی بودند فرار کردند. درباره سرنوشت بعدی آنها چیزی معلوم نیست. سال 2019 یک تاجیک بعد صدور حکم اخراجش از بنای دادگاه نویه مسکو شهر پتربورگ فرار کرد. سال 2018 روزبک غفوروف نامزاده تاجیکستان سال تولدش 1980 از محبس مسکونی واقع در کامینسک ولایت سوردلوفسک فرار کرد. او را بعد 2 روز در شهر اکاترینبورگ دستگیر کردند. شب 23 سپتامبر سال 2020 توسط نقبی که برای کندنش محبوسان قریب 1 سال را صرف کرده بودند 6 محبوس از محبس رقم 2 در شهر شمغل در کنار مخچکلا پایتخت جمهوری داغستان روسیه فرار کردند. 2 نفر آنها زادگان تاجیکستان بودند. شمیل بایمتوف 29 ساله از یاوان و محمد رسول مشروپوف 30 ساله از دوشنبه آنها در روسیه برای قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودند. روز 30 سپتامبر بعد 1 هفته فرار همه این 6 محبوس فراری در قلمرو جمهوری با داغستان همسایه قلمیقستان دستگیر شدند. گفته میشد که آنها قصد داشتند با کمک آن 2 محبوس تاجیک از طریق مرز قزاقستان به تاجیکستان فرار کنند. وزارت نقلیات تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه ویژه در سامانه رسمی وزارت نرخ سفر با قطار راه آهن تا روسیه را اعلام کرد. روهای قطارهای مسافرکش بین تاجیکستان و روسیه از 16 آگوست یعنی الکی از روز سه‌شنبه هفته آینده از سر گرفته می شود و نخستین قطار بین 1.5 سال تنفس مسافران را از شهر کولوب تاجیکستان تا شهر ولگگراد روسیه خواهد برد. ارزش بلیط در قطارهای مسافربری بین المللی شرکت راه آهن تاجیکستان در خط سیر کولوب ولگگراد در واگن‌های پلاس کارتی 1580 سومونی یا $150 و در واگن‌های کوپه 240 سومونی قریب $200 مقرر گردیده. در دیگر خط سیرها هم در موافقت با کشورهایی که قطار سرحدشان را عبور می‌کند نرخ بلیط معین کرده می شود. برای مقایسه نرخ پرواز به روسیه با هواپیما تقریبا از 4000 سومونی شروع شده تا حدود 7000 سومونی می رسد. روسیه حرکت قطارهای مسافرکش با تاجیکستان را ماه مارس سال 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس منع کرده بود. حرکت هواپیماها بین دو کشور الکی از 1 اپریل سال 2021 از سر گرفته شد، ولی برقرار کردن حرکت قطارهای مسافرکش 1.5 سال طول کشید. طبق توافق بین دو کشور قرار است از 16 آگوست حرکت قطارهای مسافرکش در خط سیر کولوب ولگگراد، از 27 آگوست در خط سیر دوشنبه ولگگراد، از 7 سپتامبر در خط سیر خوجند ولگگراد برآمده شود. نرخ سفر با قطار راه آهن برای مهاجران کاری ارزانتر است، ولی آنها برای رسانیدن خود به دیگر منطقه‌های روسیه مجبور می‌شوند از قطار و هواپیماهای داخلی روسیه استفاده کنند. بنا به آخرین آمار نشر شده جانب روسیه در نیمه اول سال جاری 852,000 نفر از زادگان تاجیکستان با مقصد کار به روسیه آمده در نهادهای مهاجرتی این کشور خود را همچون مهاجر کاری ثبت نام کردند، ولی مقامات تاجیکستان میگویند در نیمه اول سال مگی 322,000 نفر از شهروندان تاجیک برای کار به خارج رفتند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در فرودگاه تلمچوف شهر نوسیبیرسک روسیه یک شهروند 33 ساله تاجیکستان به سبب نپرداختن 7000 روبل جریمه اجازت ندادند که به تاجیکستان سفر کند. خدمات فرستاده ولایت نوسیبیرسک گفت بعد آنکه مهاجر تاجیک را از در هواپیما پس گردانیدند، او جامدانش در دست از فرودگاه راست به اداره آنها آمد. در اینجا به او فهماندند که قبلا دادگاه او را بر اساس قسم دوم ماده 322 کودکس جنایتی روسیه برای عبور غیر قانونی مرز روسیه به مبلغ 7000 روبل جریمه بسته بود، ولی از بس که او از اختیاراً سپردن مبلغ جریمه تا حال سرکشی میکرد و از پرستا و هونیز میگریخت، نامش را بر روی خط اشخاص ممنوع الخروج
وارد کردند. چند روز پیش به این شهروند تاجیکستان ضرور شده است که به وطنش سفر کند، ولی در گذرگاه مرزی فرودگاه او را اجازت ندادند که به هواپیما بشیند. به او مصلحت دادند که به اداره پرستاوه مراجعت کند. شهروند تاجیکستان جامدان و چپته سوختش در دست به قبولگاه اداره پرستاوه آمد تا فهمد که برای چی به وی اجازت سفر به تاجیکستان ندادند. نقل کردند در خدمات پرستاوه های ولایت نوسیبیرسک. بنا به نقل این نهاد، شهروند تاجیکستان وقتی فهمید که او را برای مگی 7000 روبل اجازت خروج از روسیه ندادند، سخت به حیرت افتاد. او گفت فکر میکرد که این جریمه از یاد همه برآمده است. مهاجر تاجیک در جایش پول جریمه را سپرد و پرستاوه ها بعدا نام او را از روی خط سیاه شخصان ممنوع الخروج برآوردند. این مهاجر تاجیک اکنون میتواند به تاجیکستان سفر کند، ولی معلوم نیست که آیا به روسیه برگشتن میتواند یا نه. برای عبور غیر قانونی مرز نام او را میتوانند به روی خط سیاه شخصان ممنوع الورود وارد کرده از حق سفر به روسیه محروم کنند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از هلاکت باز یک کودک هنگام آببازی خبر داد. گفته می شود نیمه دوم روز 9 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 17:00 دقیقه به قسم نوبداری کمیته ایالت‌های فوق‌العاده زنگ زده خبر دادند که ساکن 12 ساله دهه صفابخش نویه دنغره ولایت ختلان هنگام آببازی در کانال به سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری و بی نظارت ماندن از جانب والدان غرق شده است. برای جستجوی جسد کودک، کارمندان شعبه ایالت‌های فوق‌العاده نویه دنغره به جای حادثه سفربر شدند. در نتیجه جستجو با کمک ساکنان ساعت 17:30 دقیقه جسد کودک را 10 متر پایین‌تر از جای غرق شدنش پیدا کرده به والدانش سپردند. بنا به اطلاع کمیته ایالت‌های فوق‌العاده، طی 7 ماه سال 2022 در کل و دریا و کانال‌های تاجیکستان الکی 123 نفر از جمله 64 نابالغ سنشان تا 16 غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده به این دلیل بار دیگر از والدان خواسته است که کودکان خود را بی نظارت نگذارند و قاعده‌های بی‌خطری در لب و درون آب را قطعاً رعایت کنند. مرکز مطبوعات ملیسیای شهر دوشنبه روز 10 آگوست سال 2022 خبر داد که یک راننده ماشین مرسدس پرینتر برای بی احترامی نسبت به یک پیرمرد بازداشت شده با قرار دادگاه نویه فردوسی به 10 شبانه روز حبس مأموری محکوم شده است. بنا به اطلاع میلیسیا، صحنه 6 آگوست سال جاری در یک قطار شبکه‌های اجتماعی دایر به مناسبت‌های دغلانه با مسافران و با صورت بلند اداره نمودن واسطه نقلیات از جانب راننده ماشین تمغه مرسدس پرینتر رقم قید دولتیش 0654 AB07 نشر گردید. کاربران عملهای راننده را محکوم نموده از مقامات میلیسیا خواستند که نسبت به او چاره‌های قانونی اندیشند. کارمندان میلیسیا معین کردند که راننده این ماشین شهروند غایبوف نجیب‌الله سال تولدش 1997 ساکن نویه واسی می باشد. همزمان معین کرده شد که رقم‌های قید دولتی 0654 AB07 که در ماشین مذکور مورد استفاده قرار داشت به دیگر نقلیات تعلق داشته، شهروند غالبوف نجیب‌الله در برابر استفاده رقم‌های قید دولتی بیگانه همزمان به اجازتنامه دخلدار به خدمت رسانی مسافرکشانی مشغول شده است. گفته می شود در اطلاعیه میلیسیای پایتخت تاجیکستان با نظرداشت حالت‌های مذکور نسبت غایبوف نجیب‌الله برای اداره واسطه نقلیات با رقم‌های قید دولتی بیگانه طبق طلبات ماده 313 و برای به اجازتنامه به مسافرکشانی مشغول گردیدن طبق طلبات ماده 510 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده با قرار دادگاه نویه فردوسی او را برای بی احترامی نسبت به مسافران برای 10 شبانه روز به حبس مأموری گرفتند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوانزن 19 ساله ساکن شهر نورک همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده در خانه استقامتی زن 49 ساله ساکن شهر مذکور همچون اجاره نشین زندگانی کرده از نبودن صاحبخانه استفاده نموده از داخل جیوان با راه پنهانی 5000 سامانی، 3000 روبل روسی و 3 عدد انگشترین طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 7500 سامانی را تشکیل می‌دهد. عاید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. و این چنین نورس 17 ساله از نویه جیهون به آن گمانبر می شود که ماه ایول در نزد بازارچه گپرزم
از داخل ماشین تمغه فولکسواگن 11810 سومونی را دزدیده است. از روی این حادثه نیز تحقیقات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده سال 2021 با روی فریب به باوری مرد 31 ساله ساکن پایتخت درآمده از او автомашин тамғаи хондаи елантраро ба маблағи 27000 доллари амрикоӣ савдо карда гирифта, автомашинаро ба дигар шахс фурӯхта, маблағи ба даст овардаашро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон хабар дод ки рӯзҳои 8 ва 9 август дар ду садамаи нақлиётӣ дар роҳҳои ин ҷумҳурӣ 2 нафар аз ҷумла як зан ба ҳалокат расида, дасти кам 3 нафари дигар аз ҷумла як духтарчаи 12 сола ҷароҳат бардоштанд. аз ҷумла шоми 8 августи соли 2022 тахминан соати 20:00 дақиқа ронандаи мошини тамғаи Opel Vectra Назаров Алихон соли таваллудаш 1967 сокини ноҳияи Балҷувон ҳангоми ҳаракат дар роҳи шоҳроҳи Восеъ Ховалинг дар ҳудуди деҳаи пӯшёни ноҳияи Восеъ аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба канори роҳ мошинро чапа намудааст. дар натиҷа ронанда Назаров ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. мусофири ин мошин Қурбонов Абдувалӣ соли таваллудаш 1965 сокини ноҳияи Балҷувон ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. ҳамчунин 9 августи соли 2022 тахминан соати 14:40 дақиқа ронандаи мошини тамғаи Toyota Prado Ҳасанзода Сиёвуш соли таваллудаш 2000 сокини шаҳри Душанбе ҳангоми ҳаракат дар шоҳраҳои Душанбеи Хоҷанд Чаноқ дар километри 300 бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба мошини тамғаи Mercedes Benz таҳти идораи Абдуллоев Рӯзи Маҳмад соли таваллудаш 1980 сокини ноҳияи Машчоб бархӯрда аз роҳ баромада ба мошини тамғаи Toyota RAV4 таҳти идораи Розиқов Маҳмад Раҷаб соли таваллудаш 1975 сокини ноҳияи Машчоб бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири мошини тамғаи Toyota Prado Ҳабибуллоева Бунавша соли таваллудаш 1981 сокини шаҳри Душанбе ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ронандаи мошини мазкур Ҳасанзода ва мусофираш ноболиғ Ҳасанзода Манижа соли таваллудаш 2010 сокини пойтахт ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. аз рӯи ин ҳодисаҳо таҳқиқот идома дорад. ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон то 400 нафар ба ҳалокат расида беш аз 1200 тани дигар маъюб мешаванд. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.